السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. همه شما پدرهای عزیز، برادرای اسلامی، با این روزی خیلی پراجر و پرثواب که به نام این روز سوره در قرآن مقدس آمده است، تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با شما قبول دعاست، ساعتهای قبول دعاست، دعا میکنیم. اللهم انا نسألك علما نافعا و رزقا حلالا طیبا و لسانا ذاکرا و قلبا خاشعا و شفاء من کل داء. پروردگارا، از تو درخواست داریم، از تو سوال میکنیم که بر همه آن کسانی که طلب کننده علم هست علم نصیب بگردان که به فایده بندگان تو باشد، به فایده اسلام و قرآن تو باشد. و خدایا، از تو درخواست داریم که بر ما از هر وجهی که باشد رزق حلال را مهیا بگردان. و خدایا، دیگر درخواست ما بندگانت این است که زبانهای ما را یاد کننده بگردان به نام خودت و دلهای ما را ترساننده بگردان و ما را خدایا از جمیع بیماری ها شفا نصیب بگردان. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع و من عمل لا يرفع و من دعاء لا يسمع و من لسان لا يذكر و من قلب لا يخشى و من بطن لا يشبع. خدایا، از علمی که به فایده بندگانت نباشد، به فایده اسلامت نباشد، به سوی تو پناه طلب میکنیم. پروردگارا، از زبانی که یادی تو را نمی کند، از دلی که از تو نمی ترسد، خدایا به سوی تو پناه طلب میکنیم. و خدای مهربان، از آن شکمی که اصلا سیر نمی گردد، به سوی تو پناه طلب میکنیم. اللهم اجعل خیر عمرنا آخره و خیر اعمالنا خواتمه و خیر ایامنا یوم لقائک. خدایا بگردان از عمر ما بهترین روزهایش را فقط روزهای آخرش را، زیرا که روزهای آخر خیلی ضعیف هستیم و اعضاهای ما درمند هست و رحلت امانت تو هست. پروردگارا، آخر حیات ما را خوشبخت بگردان، نیک بگردان و از عملهای ما باشد پروردگارا آخر عملها مانا عملهای نیک بگردان و بهترین روز را برای ما همان روز بگردان که با جمال جهان آرای تو روپرو شویم. خدای، عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. خدای، تمام ارواحایی که امید دعا دارند روحانیتشون شاد بگردانی، قبرهاشون پر نور بگردانی. مسافرانی که از جانب این جمعیت ما و شما هستند، فرزندها هستند، خدایا سفرهای با برار و بی غلط و بی خطا خدایا نصیبشان بگردانی. صحت بردی، سلامت برگشته بر خاندان آمدن موفقشان بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. جمعه گذشته چگونه ای که به شما وعده دادیم
که دوامی موضوع نشانه های قیامت را به سمع شما می رسانیم. الحمدلله که این ساعتم بالای ما دستیاب شد و الحمدلله که ما و شما باز در قید حیات هستیم، روپرو هستیم و می خواهیم که آن چیزایی که پیغمبر خدا از نشانه های قیامت به ما و شما خبر دادند یک جایه گوش اندازیم. ان ابو هریره رضی الله تعالی عنه قال بادروا بالاعمال سبعا حتى تنتظروا الا فقرا منسيا او غنى مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. این حدیث از زبان پیغمبر خدا و از محب او و یار او ابو هریره روایت می گردد. این حدیث را افتتاح سخن من از این حدیث شروع کردم، زیرا که در داخل این حدیث بعضی از عملهای هست که به نشانه‌های قیامت تعلقات دارد. ابو هریره را همه ما و شما شناختیم، از جمعه پیشین دانستیم ابو هریره کی بود. ابو هریره یکی از محبای پیغمبر خداست. 4 سال حضرت از سال 7 هجری تا دم آخر حیات پیغمبر خدا که 11 هجری در خاتمه یافت 4 سال در صحبت پیغمبر خدا بودند. 4 سال شبانه روز خدمت پیغمبر خدا را کردند. خوش به حالشان، خوش به حالشان که جمال پیغمبر خدا را دیدند و دعای پیغمبر خدا را گرفتند که از زبان او من بر شما روایت کردم که در دل همه ما و شما محبت ابو هریره داخل شد. محبت مادر ابو هریره داخل شد به سبب دعای پیغمبر در حق ایشان. لکن به ضمن این قدر محبتی که به پیغمبر داشت، حضرت بسیار قشاق بودند، بسیار فقیر بودند، هیچ چیز از دنیا چیزی نداشتند. خود حضرت میگوید والله میگوید قسم به عظمتی خداوند که تا 3 روز میشد که ابو هریره چیزی یافته نمیتونست. تا 3 روز ما و شما روزه ماه مبارک میگیریم که در بین از سحر میخوریم تا بیگاه میخوریم، بین 10 ساعت یا 15 ساعت فرق کننده ده حال ما چقدر دیگرگون میشود. حضرت میگوید 3 روز در مسجد پیغمبر خدا دیگر راستا نماز خواندن نمیتونستم. مردم گمان میکردن ابو هریره دیوانه شده است، لکن من دیوانه نبودم، والله که من گرسنه بودم، چیزی نبود. روزی میگوید شب بود، یک قسم شب بود، از خانه بیرون شدم. در خانه چیزی یافت نشد. گرسنگی مرا خیلی وزنین آمد، مشکلات بالام پیدا کرد و از خانه بیرون شدم به امیدی که شاید یگان مسلمان چیزی برای من یافت کند. مادام یک قسم شب که گذشته بود بیرون کوچه برآمدم، نگاه میکنم 6 نفر دیگر در قد یک کوچه حلقه نشستگی هستند. نزدیک آنها رفتم. ابو هریره حکایت میکند نزدیک آنها رفتم و پرسان کردم ای دوستان خدا، ای همنشینهای پیغمبر، چی شما را مجبور ساخت که در این یک شب شما خانه های خدا ترک کردین؟ آنها گفتند ابو هریره خوب میشد که ما از زبان تو میشنیدیم، تو را چی مجبور کرد که بیرون از خاندان شدی؟ ابو هریره گفتند قسم به عظمتی و بزرگی خدایی که ابو هریره را آفرید و خلق کرد،
چیزی که مرا از خانه بیرون کرد این گرسنگی بود. با امید او من بر کوچه برآمدم تا که مسلمان یافت شود که چیزی برای من نصیب بگرداند. این 6 نفر هم در برابر آواز ابو هریره چی گفتند؟ ابو هریره، قسم بر آن ذاتی که محمد را با حقیقت آفریده است و فرستاده است، ما هم از همین سبب بیرون از خاندان شدیم. صحابه پیغمبر خدا در کدام حالت قرار داشتند؟ یافتن مال حرام آسان بود، لکن در حالت وزنینی هم به حرام نزدیک نمی شدند. فقط از وجه حلال می خواستند چیزی یافت کنند و بخورند، زیرا می دانستند که رسول اکرم گفته بوده است کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. تمام جسد، کدام جسدی که از حرام آب و تاب می یابد، اون جسد زیبنده آتش دوزخ است. این حدیث پیغمبر خداست. اونا این حدیث هم می دانستند. گفتند چیکار کنیم؟ گفتند یک جای خانه پیغمبر خدا میریم و این شکایتی گرسنگی را نزد ایشان میکنیم، شاید به ما و شما چیزی نصیب بگرداند. یک جای آمدن نزد پیغمبر خدا، در این آفتاب تابان تق تق کردند. حضرت نه شب خواب بود و نه روز خواب بودند. غمی اومد، عبادت. حتی عایشه صدیقه میگه چنان پیغمبر شبها نماز میخواند کفهای زانوی پیغمبر به زانوی آدم مانند نبود، مگر میگفته پای شتر است. اینقدر ورم میکرد. میگفتم پیغمبر خدا، تو را خداوند اول و آخر گناه تا بخشیده است، اینقدر عبادت بهر چیست؟ حضرت میگفتند یا عایشه هل اکون عبدا شکورا، آیا من بنده شکر کننده نباشم؟ حضرت عبادت میکردن. در را گشادن، نگاه کردن، 7 صحابه پیغمبر خدا نزد دروازه حضرت ایستادگی هستند. گفتند مقصد مطلوب در این 3 شب چی آرزو دارین؟ گفتند حضرت گفتند گرسنه ماندیم، نزد دربار شما آمدیم. رسول اکرم در حال جیغ زدن، یک کاسه خرمای را میگد نزد پیغمبر خدا آوردن و حضرت هر کدام اونها را میگد 2 دانه داد. ابو هریره میگوید 2 دانه هم بر من داد. 2 دانه خرما چی میشود؟ 2 دانه خرما داد و گفت از پس این یک ظرف آب بنوشین تا سحر، این برای شما کفایت کننده. ابو هریره میگوید 1 دانه‌ش خوردم و 1 دانه دیگه میگه در جیب خود گذاشتم، زیرا که مادرم هم حالش خیلی وزین بود. برای مادرش مسلمان شده بود. من قصه مادرش بر شما جمعه پیشین گفته گذاشتم. رسول اکرم میگه وقتی این حالت از من دید، گفت ابو هریره چرا دانه خرما را پنهان کردی؟ گفتم بهر مادرم. گفت و یک خور گفت این 2 دانه دیگر با داد، ایرا برای مادرت ببر. چگونه یک پیغمبری مهربانی داشتیم، غم همه را میخورد، لکن ما و شما امتی بے پروا هستیم. در قد راه ابو هریره میگوید روز میگد من از گرسنگی زیاد میگد دیگر از جام قائم شده نمیتونستم. در راه افتیده بودم، به ناگاه نگاه کردم که ابوبکر صدیق از بالا آمده ایستاده است. وقتی راستی من که آمد ایشان من کردم. گفتم ابوبکر یک سؤال میگه از قرآن دادمش. راستی بار میگد این یک بهانه بود. ابوبکر من خاطری او من کردم که تا که مرا همراه خودش به خانهش برد. مقصدی من سوال دادن و جواب گوش کردن نبود، مقصدی من همین بود که تا که ابوبکر مرا همراه خود به خانهش برد. لیکن ابوبکر که از خانه خودش درکدار بود که در خانه چیزی نیست، میگه به من توجه نکرد. از پسی عمر آمد. عمر ده میگه همچنان شکایت کردم، سوال دادم. عمر هم که در خانهش چیزی نداشت، حضرت ها چیزی نداشتند. در حالتی که عمر در خلافت نشسته بود، وقتی خواستگار به خانه علی روان کرد، دختر علی گفت من عمر را نمیگیرم. برای چی نمیگیری؟ برای نان عمر خورده نمیشود، سخت است. حالت مشکلات. عمر میگه گذشت. بعد از اون میگه پیغمبر خدا میگه نگاه کردم که از پس ایشان آمده ایستاده است.
براستی من که رسید آثار گرسنگی را در چهره من مشاهده کرد. گفت ابو هریره از پس من به خانه من بیا. از پس پیغمبر خدا میگد به خانه رسول اکرم داخل شدم. یک ظرف میگد پر از شیر بود پیش من آورد و گفت اول گفت ابو هریره پیش از آنی که تو این شیر را می نوشی رفته اصحاب صفه را، اون کسانی که در مسجد حلقه نشسته بودند، اونها را هم دعوت کن تا که از این شیر تناول کنند. میگد من داخل شدم. در راه وقتی آمدم خیلی غمگین شدم. یک ظرف شیر چی می شود؟ اصحاب صفه 10 نفر 20 نفر است. برای من اون قدر میرسد که من قوت پیدا نمیکنم. لیکن امر پیغمبر خدا بود. آمدم اصحاب صفه را میگد گرفته آوردم. رسول الله در دست من ظرف داد که یک یک تقسیم کن و هر کدام او میدادم. این معجزه پیغمبر بود. بس سری میگم می نوشید، باز میگرفتم در دست دیگرش میدادم. همچنان همه اونها که انجام یافتند، پیغمبر خدا به سوی من تبسم کرد و گفت ابو هریره فقط تو ماندی و من ماندم. گفتم بله پیغمبر خدا. گفت بنوش. میگد یک نوشیدم، چنان نوشیدم که یعنی یک بدن من حس پیدا کرد، یک قوت در وجود من پیدا شد که من شیر نوشیدم. وقتی باز دراز کردم رسول الله گفتند ابو هریره باز بنوش. باز نوشیدم 4 بار 5 بار پیغمبر خدا گشته و برگشته بر من میگفت شیر را بنوش، شیر را بنوش. از اون حالت و از اون سخنی که من در راه در دل خود گذرانیده بودم پیغمبر خدا آگاه شدند. در آخر گفتم پیغمبر خدا قسم به بزرگی خداوند این که دیگر راه شیرنوشی ندارم، سیر شدم. پیغمبر خدا میگه آخران خودش بد نوشید. این گونه مشقت ها و مصیبت ها را اصحاب پیغمبر خدا از سر گذرانیدند. از این خاطر به سر کدام ما و شما اگر چی مشکلات می آید اینها را پس سر کنیم، اینها را برداریم، تحمل کنیم. در حال برای 4 سومی که 1 ماهه یا 1 ساله و یا 10 ساله ما و شما قناعت میکردگی دینهای خودمان دیگرگون نکنیم. در حال تسلیم در پیش هیچ دشمنی از خدا نشیم. همین حضرت چی گفتند؟ ابو هریره گفتند پیش از آنی که 7 حالت شما گرفتار میشوین باید که به عملهای صالح حرکت کننده باشین. یعنی چی قدر میتونین در حیات خودتان در عملهای صالح به حد به سرعت باشین، حرکت کنین. هر ساعتی که از شما برای شما موافق می آید کاری کنین که در عمل صالح انجامش بدین. برای چی؟ زیرا که 7 حالت بالای شما می آید. یکم گفتن الا فقرا منسیا، شاید که شما کم بغل شین، شاید شما فقیر شوین و حالت فقیری چنان حالتی هست که شما را پریشان خاطر می سازد، شما را فراموش خاطر می سازد، شما را سرگردان می سازد. دیگر به عملهای صالح شما چنگ زدن نمی توانید. در اصل فقیری خیلی کاری مشکل است. در فقر صبر کردن هم این کاری هر یک بنده مؤمن نیست. خیلی حالتی مشکل است. مرد اگر نادار گردد غیرتش کم می شود، آبروی او بریزد همچو خاکستر شود. نطفه فرزند نر در پشت مردی قرضدار یا عرق گردد بریزد یا زیغم دختر شود. خیلی مشکل است. لکن رسول اکرم فقیرها را گفتند شب معراج اطلعت فی الجنه فرأیت اکثر اهلها الفقراء. من شب معراج وقتی که جنت سیر کردم در داخل جنت اکثر اهل جنتی ها را دیدم که فقیرها بود، کم بغل ها بود. او غنى مطغیا. حضرت گفتند یا شاید که شما بای شوین. رسول اکرم میگوید شاید ای امت من شما بای شوین، با دولت شوین و مطغیا سرکش شوین، دیگر عملی صالح را انجام دادن نمیتونید. چگونه ای که امروز
صاحب دولت، صاحب سولت میشوند و طغیان میورزند، از خدای خود انکار میکنند، بجز عملهای قبیح و عملهای خطا به عمل صالح چنگ نمیزنند تا وقتی که با دولت چه خدا نگیرد از دستش. او مرضا مفسدا، گفتن سوم حالتی که شما البته دوچار میشین این است که شاید که شما بیمار شوین، اعضاهای شما فرسوده می شود، شما قوت دیگر عمل صالح کرده نمی توانید. چهارم، من مختصر برای شما میگذارم، او هرما مفندن، یا شما شاید که پیر شوین، دیگر آن عبادتی را که شما در جوانی، آن عمل صالحی که در جوانی کرده میتونستین در حالت پیری کرده نمیتونید. موسفیدایی که در جمعیت ما هست، شما برای حقیقت این حدیث پیغمبر خدا از اونها پرسان کنین چگونه عبادت میکنن. به فرض گر رسی بر پیری ای یار، سعدی میگه به فرض گر رسی بر پیری ای یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار، دیگر ندارن طاقت. اون عبادت و اون عمل صالحی که شما جوانها در این جوانی میکنین در پیری دیگر او را بجا آوردن نمیتونید. او موتا مجهزا، عملهای صالح را انجام دهید. پنجم حالتی که بالای شما میاد این است که مرگ هست، که وقتی شما دوچار چنگال مرگ شدید دیگر عمل صالح کردن نمیتونید. او الدجال فشر غائب ینتظر، ششم حالتی که بالای شما میاد این دجال است، دجالی که تمام دنیا را سیر میکند، تمام مردم را گمراه میکند، بغیر مردم مکه و بغیر مردم مدینه. دیگر تمام مردم از این دجال خلاص نمییابند. این حالت هم گفتن شاید بالای شما بیاید و شما دیگر عمل صالح را انجام دادن نتونید. او ساعت فساعت ادها و امر، هفتم حالتی که شما دوچار میشین این قیامت است. گفتن پیغمبر که خیلی روزی آزمودن و خیلی روزی بزرگی هست، از این خاطر بادروا بالاعمال، در عملهای صالح چقدر میتوانین حرکت کننده باشین. چگونه ای که ما و شما در یک کار دنیوی چقدر سراسیمه هستیم، کاری میکنیم که تیزتر کاری همین روز انجام بیابد، در عملهای صالح هم باید ما و شما همچنان باشیم. برای چی من عمل صالح را برای شما اولی سرسخن آغاز کردم؟ زیرا رسول اکرم نشانه قیامت سر میکنیم. چی میگوید؟ خود ابو هریره باز روایت میکند از رسول اکرم، یتقارب الزمان، زمان میشود، گفت پیغمبری خدا چهل زمان است، ینقص العمل، قیامت قائم نمی شود تا زمانی که زمان بالای شما می آید که دیگر عمل صالح شما انجام نمی دهید. تمام عمل صالح از بین مردم برداشته می شود. همه مردم دیگر چکار می کند؟ فقط کاری که خلاف شریعت است به همو دست می زند. ینقص العمل، گم می شود عمل صالح تمام. دیگر هیچ کس نماز نیست، زکات نیست، حج نیست، روزه نیست، احترام پدر و مادر نیست، آمدن مسجد نیست، همه اینها از بین برداشته می شود. پیغمبر می گوید این یکی از نشانه های قیامت است. و یلقى الشح و تظهر الفتن، دیگر نشانه قیامت پیغمبر خدا گفتند حرص زیاد می شود. حرص در بین امت من بی نهایت می افزاید. بدبینی، بخیلی، حرص گفته بخیلی را میگن، بدبینی را میگن، کینه را میگن، عداوت را میگن، اینها گفت در بین امت من زیاد می شود. در اصل اگر امروز ما در همین زیر این کلمه اگر قرارم دهیم خطا نمیکنیم. امروز چگونه بدبینی ها هست، چگونه بخیلی ها هست، چگونه کینه و عداوت، چگونه قهر کردن، همه اینها الحال در زمان ما و شما چی شد؟ فاش شد، آشکار شد.
حالان که رسول اکرم میگوید ایاکم والحسد، ابو هریره روایت میکند از خدا بترسین و در حق هیچ برادر مؤمن حسد نورزین و خیلی نکنین. فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. پیغمبر خدا گفتن زیرا این که بخیلی شما، حسد شما نیکی های شما را میخورد چگونه ای که آتش هیزم را میخورد. چگونه ای که آتش هیزم را میخورد نیکی های شما باقی نمیماند. وقتی که شما با یک برادر مؤمن شما چیکار میکنید؟ حسد میورزید. رسول اکرم میگه ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا و كونوا عباد الله اخوانا. امتان من، حسد نورزین، کینه و عداوت با یکدیگر نکنین. وقتی خرید و فروش میکنین یک برادر تا در خرید و فروش فریب و خیانت نکن. ولا تدابروا، با یکدیگر قهری نکنین، از یکدیگر رو نگردانین، بلکه چیکار کنین؟ کنو عباد الله اخوانا، همه شما بندگان خدا باشین، با یکدیگر با عیسی که برادر باشین. المسلم اخو المسلم، پیغمبر میگوید مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلموه ولا یحقروه ولا یخذلوه. باید مسلمان را خار نسازد، مسلمان را تحقیر نکند، مسلمان را ظلم نکند. میگوید پیغمبر کل المسلم علی المسلم حرام دمه و ماله و عرضه. خون مسلمان، مال مسلمان، آبروی مسلمان برای یک مسلمان دیگر حرام است. حضرت کرخی که به کرخی مشهور است حکایت میکنن برادری را ببینین. ما و شما باید که این مثال هایی که الحال برای شما میارم مثل اینها باشین. از بخیلی کردن قدر هیچ برادر مؤمن کم نمی شود. زیرا خدا میگوید تعز من تشاء و تذل من تشاء. خار میکنم کدام بنده ای را که میخواهم من خار میکنم و آبرو میبخشم هر بنده ای را که میخواهم من میکنم. هیچ کس نمیتواند ایرا کرده. فقط شما از حساب حسد و بخیلیتان نیکی هاتان از دست میتونید خلاص. کرخی میگوید وقتی در یک کوچه یکی از دوستان خدا میگه من کرخی را دیدم. حضرت کرخی میلرزید از سرمای بیرون، از سرمای خنکی. بر او گفتم کرخی شما لباس گرم دارید، چرا لباس گرم نمی پوشید تا که بدن شما مثل این بدنهای فقیرها و مسکینها نلرزد؟ حضرت گفتند در اصل من لباسی که خود را از سرما محافظت کنم نزد من هست، لکن دست نارسا دارم تا که به فقیرها و مسکینها خیر احسان کنم. برای همدردی دل فقیرها و برادرای خود در برابر آنها با یک لباس خالی می ایستم، می لرزم تا که آنها هم لرزیدن من هم می لرزم. یعنی فقط همدردی من به همین شود. اگر دستی من می رسید من برای همه اینها لباس می خریدم، لیکن مادام لباس اینها ندارند من وقتی می پوشم بدن من آرام گیرد و بدن برادر من لرزد. گفت این برادری نمی شود. من هم برابر اینها بدن خدا می لرزانم و در خنکی طاقت می کنم. حضرت یوسف می گوید چقدر با دولت بودند، انبارهای خیلی زیاد از تمام خوراکه داشتند، لکن دائم روزه می گرفتند. وقتی از او پرسان کردند یوسف چرا تو دائم روزه دار هستی؟ چی می گفت؟ می گفت زیرا که امروز فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند. اگر من دائم سیر بگردم پس رحم برادر بر برادر چگونه انجام یافته باشد؟
من برای خاطر آنی که فقیرها و مسکینها تشنه و گرسنه هستند من هم چیکار میکنم؟ من هم روزدار میگردم تا که همدردی خود به آنها بیان کنم. این گونه معامله ها بین برادرها بود. روز میگد حضرت عمر نزد پیغمبر خدا آمد و شکایت کرد: یا رسول الله، حضرت علی بایستا که پیش از من بر من سلام دهد، وای بر من سلام نمیدهد، می ایستد تا من بر وی سلام ندهم، وای بر من سلام نمیدهد. پیغمبر خدا: علی در 30 سال از من خرد است کو. رسول اکرم میگد علی را فریاد کردن: علی، چرا تو با عمر در اول سلام نمیدهی؟ حضرت علی چی گفتن؟ گفتن پیغمبر خدا، دوست داشتم که برای عمر نصیب بگردد، دوست داشتم که همین افعال، همین فعل عمر بر من انجام دهد تا که آن قصرهای بهشتی را عمر صاحب شود. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه، متفق علیه. تمام محدث در این حدیث اتفاقا ایمان شما کامل نیست تا وقتی که یک آن چیزی را که برای خودتان دوست می‌دارین برای برادر مؤمنتان دوست ندارین. این گونه باید ما و شما برادر باشیم. هر جا یک بنده خدا ترس هست، بنده کلمه گو هست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا عبده و رسوله میگوید و برادر ماست. و یلقی الشح و تظهر الفتن. سیوم نشانه قیامت پیغمبر خدا چی گفتن؟ گفتن فتنه ها زیاد می شود. فتنه چگونه خدا در قرآن میگوید اشد من القتل، از قتل دیده فتنه وزنین تر است. فتنه ها بی نهایت زیاد می شود. سیأتی زمان علی امتی، یک زمان بر بالای امتی من می آید، لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه، مساجدهم عامرة و هي خراب من الهدى و عن ذکر الله، علماؤهم شر من تحت ادیم السماء، تخرج من عندهم فتنه و فیهم تعود. حضرت علی گفتند از نام پیغمبر خدا زمان می آید. چگونه زمان است؟ اسلام را فقط نامش می ماند، از اسلام عملش دور می گردد. در اصل نماز می خواند لیکن نمی داند چی خوانده ایستاده است. زکات می دهد نه از برای خدا، حج می کند نه از برای خدا، فقط همون نام اسلام می ماند و خلاص. و از قرآن چی گفت پیغمبر خدا؟ زمان می آید همین قرآن صورتش می ماند لیکن عملش از بین دور می شود. می گوییم کتاب ما قرآن است لیکن عمل ما و شما عمل شیطانی می گردد. دیگر بر گفته های خدا نه، کتاب پوشیده است، با گفته های شیطان ما و شما عمل می کنیم. امروز خودتان مقایسه کنین، عمل های خودتان در ترازوی عقل خودتان بسنجین، کدامش به قرآن موافق است، کدامش به قرآن موافق نیست. این پیغمبری خدا گفتند. و در دوام گفتند زمان می شود که مسجد سازی بی نهایت زیاد می شود، زیاد مسجد میکنند لیکن چی است؟ لیکن خالی هست از هدایت، خالی هست از ذکر خدا. مسجدها هستند، زیبا هستند لیکن داعی ندارند، دعوتگر ندارند، فقط زیب و زینت دارند خلاص. بدترین مردم گفتن پیغمبر خدا در دام این حدیث کیا هستند؟ عالم های همون زمانه هستند. عالم ها گفتند بدترین مردم همون زمان هستند. برای چی بدترین هستند؟ زیرا از نزد آنها میگد پیغمبر خدا فتنه میخیزد و فیهم تعود، لیکن الحمدلله که در سر خود آنها میزند. از نزد عالم فتنه میخیزد با در سر عالم انجام مییابد. البته عالم ها هست، عالم هایی که فتنه انگیزی میکنند، هست عالم هایی که
نامش عالم است لکن از شیطان دیده بدتر است. این من اشراط ساعه. دیگر پیغمبر خدا چی گفتن؟ دیگر از نشانه قیامت گفتن پیغمبر خدا چی است؟ یرفع العلم و یثبت الجهل و یشرب الخمر و یظهر الزنا و یکثر فیها الحرج. قیل و ما الحرج؟ قال القاتل القاتل القاتل. پیغمبر خدا در این حدیث دیگر چی گفتن که راوی ابو سعید خدری هست؟ میگوید دیگر از نشانه قیامت این است که علم برداشته می شود، جهل، نادانی، گمراهی فراوان می شود، عرق نوشی آشکارا می شود، زنا هم مثل عرق نوشی آشکارا می شود. یعنی چگونه که الحال در خانه مسلمان های ما و شما عرق نوشی می شود، در روزهای معرکه های ما و شما آزاد آشکارا عرق می نوشند، روز می شود گفت پیغمبری خدا که زنا هم گفت در نزد تو انجام یابد. با چشم خود تو زنا را میبینی، دیگر هیچ توجه نمیکنی. مثل که امروز عرق می نوشند چگونه نگاه میکنیم برای ما و شما هیچ مشکلاتی نیست، هیچ کدام ما و شما را آزار هم نمیدهد. زنا هم گفت زمانی میشود همچنان رواج میگیرد که در راهی که تو رفته ایستاده در همون راه زنا کردیستند در پیش چشمت، همچنان زمان میشود. و گفتن رسول اکرم حرج زیاد میشود. پرسان کردن پیغمبر خدا حرج چیست؟ گفتن قاتل قاتل قاتل. آدم کشی زیاد میشود، آدم کشی زیاد می شود، آدم کشی زیاد می شود. به نهایت آدم امروز هیچ قدر ندارد، علل خصوص مردم مسلمان که امروز زیر تحقیری، دشنام و کشتار تمام دشمنهای اسلام قرار گرفته است. لیکن چگونه که روز عید در این مسئله برای شما یک گوشزده کردیم، ما مانده نمیشیم، ما خسته نمیشیم. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. البته خداوند اندیشه ما ده هست. زمان می شود چگونه که حدیثی که در دیگر نشانه های قیامت بر شما خبر دادم که حتی سنگ فریاد میزند یا مسلم خلفی یهودیون، در پشت من یهودی است، در پشت من دشمن خداست، فقتله، بیا و یا قتل کن. این زمان می آید. رسول اکرم گفتن علم برداشته می شود. عبدالله ابن عمر ابن العاص می گوید چگونه علم برداشته می شود؟ رسول الله گفتن لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد. خداوند علم را از سینه های ما و شما کشیده نمیگیرد. روز می شود که ما و شما عالم هستیم، دانا هستیم، سحر میخیزیم همه ما و شما گمراه و جاهل هستیم. اینا پیغمبری خدا گفتن سحر میخیزی، همون عالمی که تمام علم در نزد او ظاهر بود، در وجود او بود، سحر میخیزد، از او در دیدن نادانتر نیست دیگر. رسول الله را سوال کردن چگونه میشود؟ گفتن خداوند علم را از سینه های شما کشیده نمیگیرد، بل یقبض العلم بقبض العلماء، بلکه علم را چنان میگیرد که عالم ها را همه را هلاک میکند. همه عالم ها از بین شما برداشته میشود، آنها با مرگ الهی از دنیا میگذرند. مادامی که عالم در بین مردم که نمان، مردم چی میشود؟ چی میشود؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا، مردم جاهل ها را گفت پیغمبر خدا پیشوای خود میسازند. امام های خود و پیشواهای خود آدم های جاهل میشوند. فسئلوا، و از این قوم کسی میخیزد اون جاهل میگه سوال میکند، یک فتوای میپرسد، فافتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا،
اون جاهل در حال یک سوالت یک جواب نادانانه میدهد که اون جواب نه در قرآن است در احادیث است. رسول الله گفتن فزلوا و ازلوا. اون شخص که خود جاهل است لیکن این مردم هم جاهل میگرداند. زمانی میشود اینها هم پیدا میشده است. این هم اشیاء است، این هم از اشراط ساعت است. امروز همون جاهلای ما و شما، بعضی از جاهلها در ما و شما پیشوا هستند. باور کنین بعضی مسئله ها را جوانها میآیند بر ما خبر میدهند که مولای ما هم تا گفت. از یک جانب انسان خنده میگیرد، از یک جانب انسان در غضب میشود که نخواهد که همین مسئله را چنان برای شما بیان کرده باشد. بچی مینازد بچه فلانی است، پدرش فلانی است، دادرش فلانی است یا مادرش فلانی است. اینها دیگر ناز ندارند، با اینها نازیدن دیگر لازم نیست. شاعر میگوید به بال خویش باید کرد پرواز، به بال دیگران نتوان پریدن. انسان باید به بال خودش پرواز کند. انسان باید که به محنت و زحمت خودش پرواز کند، نه مثال پدرم فلانی بود مادرم فلانی بود. خدا رحمتشان کند. تو هم حرکت کن مثل پدر و چاو، تو هم حرکت کن مثل برادر و چاو. لا تقوم الساعه. دیگر نشانه قیامت پیغمبر گفتند یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانه. این در بخاری هم روایت می شود. پیغمبر خدا چی گفتند؟ گفتند دیگر نشانه قیامت این است که یک مرد به پیش قبر یک مرد دیگر میگذرد و به سوی قبر همان مرد میگوید ای پروردگار کاش که مکان من همین مکان برادرم باشد. این از حساب مشقت و از حساب خیلی بی‌عدالتی ها و گمراهی ها آدم ها خسته می شوند، حتی تمنا میکنند که خدایا ما را داخل قبر بگردان. از زندگی بیزار می شوند، از زندگی مانده می شوند. زمانی می شود گفت که اینم بالای امت من می آید. اینا چند حدیثی که الحال به سمع شما رسانیدم، اینها همه نشانه های خرد قیامت هستند. الحال من برای شما نشانه های کلانی که رسول اکرم بیان کردند لا تقوم الساعة حتی تکون قبلها 10 آیات، اینا برای شما بیان میکنم. پیغمبر خدا روزه میگد گذر کرد، بناگاه صحابه های پیغمبر در باب قیامت بحث داشتند. یعنی از آمدن قیامت و از واقعه های قیامت صحبت داشتند. پیغمبر خدا میگه گشته به سوی ما گفت قیامت قائم نمی شود تا وقتی که اگر 10 نشانه بالای شما نیاید. این نشانه هایی که الحال برای شما میگویم اینها نشانه های کلان میگویند. اینا چی هستند؟ طلوع الشمس من مغربها. یکم پیغمبر خدا گفتند سمت آفتاب دیگرگون میگردد. امروز آفتاب از جانب مشرق میبراید در مغرب غایب میشود. روز قیامت که شد، همان روزی که قیامت قائم میشود که خیلی روزی دراز است، آفتاب از پس پشت من میبراید، از این جانب حرکت میکند. سمت آفتاب گفت پیغمبر خدا دیگرگون میشود. ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. پیغمبر خدا گفتند درگاه پروردگار شما گشاده است روز تا بیگاه. برای کیها؟ برای کسایی که در روز گناه کردند. خدا میگه دروازه من گشاده است، کدام شما طلب مغفرت میکنید من شما را مغفرت میگردانم. درهای رحمت من میگوید خدا از شب تا به روز گشاده است، کدام شما توبه میکنید، کدام شما داخل درگاه میشوید من شما را به بندگی قبول میکنم.
در دوام پیغمبر خدا چی گفتند؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، تا وقتی که آفتاب از مغرب می براید توبه بنده مؤمن خدا قبول میکند، لیکن وقتی آفتاب برآمد در توبه بسته می شود. تمام. دیگر او روز کدام ما و شما زاری کنیم، تولا کنیم، حتی خودمان قتل در راه خدا کنیم، دیگر فایده ندارد، در رحمت بسته می شود. پیش از آنه که این آفتاب از جانب مغرب می براید، ما و شما باید که ما و شما به سوی خدا توبه کننده باشیم، ما و شما به سوی خدا برگردنده باشیم. این یکم نشانش است. دویم چی گفتند؟ دویم گفتند و دابت الارض، و جانور از زمین می براید، جانور از زمین می براید. میگذاریم در سوره نحل آیت 82. نمل، سوره که به نام مرچه خداوند در قرآن ذکرش میکنن. نمل گفته مرچه را میگن. در آیت 82 همین از دابت الارض، الحال ما و شما را خداوند شناس میکند. دابت الارض چیست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض تكلموهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون. صدق الله العظیم. خدا میگوید وقتی که فساد فسق در روی زمین که زیاد شد، دابت الارض از زمین میبراید، دابت الارض میبراید. در دوام میگوید خداوند تکلموهم، این دابه با مردم سخن میگوید. کانوا بآیاتنا لا یوقنون، لکن این کافران و این منکران قیامتی که بودند به نشانه ها و به روز قیامت من باور نداشتند. دابه چی هست؟ دابه جانور میگن. در شکل دابه خیلی اختلافات زیاد است که دابه چگونه است. صاحب تفسیر قرطبی که حضرت میگوید این دابت الارض همان شتر حضرت صالح است که از پیغمبر خدا سوال کردند دابت الارض از کجا میبراید؟ گفت از مسجد خیلی بزرگ و خیلی در نزد خداوند با قدر و با قیمت. این اشاره محدثا به چی کردن؟ به خانه کعبه کردن. دابه همون جانور از همون مکه مکرمه می براید، از بین کوی صفا می براید، به یک روایت از محراب مکه می براید. شکلش می گوید بعضی مفسران میگن مثل اسب است، از 4 طرف میگه زبان دارد و به مردم فقط کارش نصیحت است و در دستش میگه، حدیث پیغمبری خداست، حدیث صحیح است، ترمذی روایتش میکند که در دستش میگه عصای حضرت موسی دارد و در یک دستش چله حضرت سلیمان است. وقتی نزد کافر ده میگن نزدیک میشود، همان مهر میگه در پیشانیش میگذارد، چهره کافر سیاه میشود و نویسانده میشود هذا کافر، این کافر است. وقتی عصاش میگن نزدیک آدم مؤمن میارد، وقتی میگن نزدیک به پیشانی مؤمن میگذارد، چهره مؤمن روشن میشود و نویسانده میشود این مؤمن است. دیگر لقب میگه در همون زمان از بین برداشته میشود، مگر یکی یکی را چگونه فریاد میکند. آدم هایی که روسیا هستند، آدم های روی سفید، اونها را دوزخی میگویند. و آدم های روسیا باشد، آدم های روی سفید بهشتی میگویند. فقط یک لقب میماند، روسیا، دوزخی و بهشتی، خلاص. خیلی اندازه کلان هم دارد، بعضی از مفسران میگد و چون خیلی تیزدو هم هست. یک شعر از حضرت جنونی در همین باب حضرت نویساندن، در باب همین دابت الارض، میخواهم که گوش اندازین.
که گردد خارج از محراب مکه، به شکل بوالعجب تنها و یکه. چو هر عضوش به هر مخلوق مانند، چو هر عضوش به هر مخلوق مانند، پر دارد چو مرغی دایه خوانند. پرش تا عرش رفتد در کلانی، دمش اندر ثریا ارض ثانی. به او با ربع مسکون 4 روی است، به هر 4ش زبان در گفتگو هست. زبانهایش به وعظی خوش فصیح است، به مردم کار او پند و نصیح است. بگوید ای مسلمانان شد آخیر، گذشت دنیا شما در راه مسافر. این دابه همین می گفته است ای مسلمان ها همه آگاه باشین که دنیا به آخر رسید. تمام دکانها را بسته کنین، عیش و عشرت را بسته کنین، هر اعلان توی داشتین خدایی داشتین اونها را بسته کنین، منتظر شوین که زمین در لرزه می درآید. این ساعت آخر قیامت است. آفتاب وقتی که از مغرب میگد می آید در بین آسمان می رسد، نصف روز می شود، دعوت العرض در همین نصف روز می براید. که گفتیم قرطبی میگوید این همون ناقه صالح است. حضرت صالح را شما قصهش اگر میدانسته باشین، و این معجزش همین بود که یک شتر در بین مردم چکار کرد، از داخل سنگ با قدرت الهی به مردم عطا کرد تا که وی یک روز آب میخورد، یک روز شیر میداد، با همراهی خود یک بچه داشت. چندین سال شیر وی خوردن، عاقبت این قوم نافرمان مصلحت کردند که این شتر را باید کشتن در کار. چندین بار حضرت صالح خبر داد شتر را نکشید، بالای شما عذاب می آید. لکن این قوم سرکش مصلحت کردند شتر را در وقت همون آب نوشیش به قتل رساندند. و فرزند همون شتر در اون زمان دویده از همون سنگی که قطی مادر برآمده بود، همراه مادرش برآمده بود، در همون سنگ در آمده بود. این صاحب تفسیر قرطبی میگوید همون دابه‌ای که خدا میگوید میبراید و مردم در پند و نصیحت میکند، سخن میگوید، حیوان است لکن با قدرت خداوند با زبان انسانی گپ میزند. همون فرزند شتر است. میگه این در خدا خودش داناست چگونه است، زیرا خیلی اختلاف های زیاد در حدیث ها و در تفسیرهای قرآن است. لکن خلاص همین است که این دابه بعد طلوع آفتاب چکار میکند؟ میبراید. بعد این چی هست؟ دخان است. دیگر نشانه قیامت پیغمبر خدا گفتند دخان است. دخان چی هست؟ دخان گفته دود میگن که مخصوص همین دخان در قرآن سوره دخان موجود است. آیت 10 و 11 این سوره دخان: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یخشی الناس هذا عذاب علیم. صدق الله العظیم. خدا میگوید محمد منتظر شو روزی را که این آسمان را یک دود فرا میگیرد. یخشی الناس، مردم بیهوش میشود. هذا عذاب علیم، این دود نیست بلکه این عذاب خداوند هست. روزی میشود که این آسمانی که الحال ما و شما با حضور دل به ستاره های اون نگاه میکنیم، اینها را دیگر دیده نمیشود. دود فرا میگیرد. چنان دودی هست که پیغمبر خدا گفت بنده مؤمن را زکام میکند لکن کافر ورم میکند. همان روز کدام روز است؟ خدا خودش داناست. اون روز آمدنی هست. بعض مفسرای ما و شما گفتند این دخان، این نشانه قیامت در دوره‌های پیغمبر الکی ظاهر شده بود. وقتی که قریش پیغمبر خدا را اطاعت نکردند، پیغمبر خدا دعا کردند پروردگارا
چگونه که 7 سال در دوره های حضرت یوسف قحطی آمده بود، همون قحطی را در بین مردم قریش نصیب بگردان، زیرا اینها همه سرکش شدند، اینها مرا اطاعت نمی کنند. و همان دود میگد بالای همان مکه مکرمه را فرا گرفته بود که مردم میگد چنان میگد قحطی آمد، چنان گرسنگی آمد که حتی استخوان‌ها را میده کرده میخوردند. نزد رسول اکرم آمدند، پیغمبر خدا را گفتند پیغمبر خدا دعا کن تا که این دود از بالای ما دور شود، ما به خدای تو ایمان میاریم. لکن خداوند با سبب این دعای پیغمبر دود را دور کرد و گفت پیغمبر تو یک معجزه تیار است، اینها به تو ایمان نمیارند، با دور کردن دود من هم ایمان نمیارند. بعضی مفسرها بر این هم هستند که این دود در زمانهای پیغمبری خدا الک یک نشانش گذشت. لکن ابن کثیر که خیلی تفسیری با قوت هست این میگوید نه، میگه نگذشته است. این دود هم یکی از نشانه های هست که پیش از آمدن همین قیامت و بعد بر آمدن دابت الارض میگد این چکار میکند، این پیدا میشود. دیگر چی هست؟ دیگر ثلاث خسوفین، خسف بالمغرب و خسف بالمشرق و خسف فی الجزیره العرب. پیغمبر خدا گفت بعد من طرف مشرق طرف مغرب فروروی زمین ها سر می شود. یعنی شهرهای هستند که در طرف مشرق و شهرهای هستند در طرف مغرب و شهرهای هستند که در جزیره های عرب زندگی دارند، همگی زمین اینها را فرو می برد و اینها غایب می شوند، دیگر ناپدید می شوند. عایشه صدیقه میگد گفتم پیغمبر خدا وقتی اینها را زمین فرو میبرد در بین اونها آدمای صالح وجود ندارد؟ رسول الله گفتند وجود دارد، لکن عدد آدمهای فاجر زیادتر است. آدمهای بد، آدمهای ناخوب، آدمهای کافر در روی دنیا زیادترند نظر به آدمهای صالح و اینها را چکار میکند؟ زمین فرو میبرد. و دیگر نشانه را پیغمبر خدا گفتند النار من الیمن من قعر عاد تسوق الناس الى المحشر. در شهر یمن گفتن پیغمبر خدا یک آتش گفتن فواره میزند از چقرترین زمین به سوی آسمان بلند می شود. صحابه پرسیدن پیغمبر خدا وقتی این حالت اگر ما بینیم چیکار کنیم؟ رسول الله گفتند که بر شما باد که به طرف ملک شام برای خود اختیار کنید. یعنی در یمن دیگر نیستین بلکه شما رهسپار به سوی ملک شام شوید. خدا داناست که این علامت ها کی می براید، لکن علامت دجال و علامت امام مهدی و نشانه حضرت عیسی که اینها هر سه قریب یک موضوع هستند، انشاءالله جمعه دیگر خدا خواسته باشد در این سه نشانه دیگری که بر شما بیان کردم انشاءالله صحبت میکنیم، زیرا که الحال وقتی ما و شما به انجام رسانید. از خدای خود دعا و طلب دارم که خدای مهربان ثواب این صحبت و ثواب این حدیث های پیغمبری خدا را در نامه اعمال همه ما و شما خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را از این روزهای خیلی دهشتناک نجات دهد و خداوند روز قیامت برای ما و شما خیلی روزی خوب را خدای مهربان فراهم نصیب بگرداند. خدایا اهل این بندگانت چی مراد و چی مطلوب و چی مقصودی که دارند با فضل کرم خود خدایا برآورده خیر بگردانی و خدایا ما را برای راست برای اهدنا الصراط المستقیم هدایت بفرمایی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.